بریم که غذای اصلی روستامون رو بعدون درست کنیم. طبق تصویر با مامانم گوشتا رو خورد کردیم، البته به تیکه های درشت. قشنگم شسته میشه. اینجا آب ریختیم تو قابلمه. بعد یه نیم ساعت یه ذره خیلی کم زردچوبه و خیلی هم کم فلفل سیاه اضافه کردیم. نیم ساعت آخرم بهش نمک اضافه میکنیم. همین دیگه، چیز زیادی نمیخواد و بچه ها خیلی 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 خوشمزه است. دنبه گوسفندی هم با گوش کوبیدم و ریختم داخلش و تمام شد. اینجا هم مامان جون نون درست میکنه، نون محلی. نون محلی خوشمزه درست کنیم. اینم آسنا خانومه داره نون درست میکنه. اینجوری قشنگ برنش میکنیم. این نان ما بهش میگیم نان مایگی. البته آرد مامانم رادار نیست، زیاد کیفیت نداره. آره با کیفیته، ولی اونم چجور باید توضیح بدم. اینم پای جوجومونه. D'accord. میشه بود